Imale Maslo. Yo, Imale, yo. هشدار اردوغان به اسرائیل: اگر از لبنان خارج نشوید ما وارد عمل میشویم. eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile تجلیل مردم در غزه و ایران به خاطر شلیک موشک از سوی ایران به خاک اسرائیل. انذار في القدس، صافرات انذار في بئر السبع في اكثر من موقع. على ارض الواقع صافرات الانذار تدوي في عشرات المواقع في اسرائيل، في منطقة اريئيل في الضفة الغربية. سمعنا اصوات انفجارات في هذه المنطقة. خسارات ناشی از موشک‌های پرتاب شده به خاک اسرائیل. هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران پس از حمله به خاک اسرائیل. امشب جمهوری اسلامی 100 تا موشک بالیستیک به اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اکثر موشک‌ها رو رهگیری کرد. این حمله بدون جواب نمیمونه. اگر عضو جدید در این کانال ما هستید، کانال ما را سابسکرایب نموده و بیننده داستان‌ها، اخبار و مستندهای جالب و دیدنی ما باشید. تصاویر از پرتاب موشک در شهرهای مختلف ایران از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در این تصاویر نام شهرهای تهران، دهدشت، اصفهان و شیراز، تبریز و آذربایجان شرقی ذکر شده است. ویدیوی منتشر شده در خبرگزاری فرانسه شادی و سود کشیدن مردم منطقه دیربلای غزه را از دیدن موشک‌های جمهوری اسلامی در آسمان نشان می‌دهد. ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد حامیان حکومت پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در میدان فلسطین مصروف آتش‌بازی هستند و همچنین رسانه‌های دولتی اسرائیل ویدیویی را منتشر کرده و گفته است به دروغ رسانه در ایران را باور نکنید. از این زاویه بهتر می‌شود مشاهده کرد که موشک‌ها به کجا اصابت می‌کند. جمهوری اسلامی موشک‌های بالتیستیک را بدون تفکیک به سمت غیر نظامیان به گناه شریک کردند. نیروهای دفاعی اسرائیل اکثرا آنها را در خارج از جو رهگیری کردند و انفجارها نیز در نتیجه آن اتفاق افتاد. و همچنان سازمان موساد میگوید حملات موشکی از سمت خرم‌آباد به اسرائیل شلیک شده. جمهوری اسلامی دروغ میگوید موشک‌ها را حزب الله شلیک کرده است. تصاویر از هدف قرار گرفتن موشک‌های بالتیستیک ایران در آسمان اسرائیل و برخورد آنها به گنبد آهنی منتشر شده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرده که علی خمینی رهبر جمهوری اسلامی دستور حمله موشکی به اسرائیل را صادر کرده و افزود که ایران برای هر گونه اقدام تلافی جویانه آماده است. همچنین یک مقام ارشد ایرانی که در رویترز گفته است که رهبر جمهوری اسلامی به محل امن رفته است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با انتشار پست در شبکه اکس حمله موشک ایران به اسرائیل را پاسخ منطقی، عقلانی و قانونی به اقدامات اسرائیل خواندند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته است که پاسخ ما بسیار دردناک خواهد بود، اما این پاسخ متوجه مردم ایران نیست بلکه رژیم آیت الله ها را هدف خواهیم قرار داد. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عربی نوشت اسرائیل پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال کرده که مبنی بر این که به هر گونه حمله به خاک اسرائیل چه کوچک و چه بزرگ پاسخ خواهیم داد. مقام‌های اسرائیل به طور خاص اعلام کرده که به طور مستقیم تأسیسات اتمی یا نفت ایران را هدف قرار خواهند داد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل را حق مشروع خود دانسته و هشدار می‌دهد چنانچه اسرائیل اقدام به پاسخ متقابل نماید باید منتظر ویرانی زیرساخت‌های خود به صورت گسترده و فراگیر باشد. این بیانیه افزوده در صورت دخالت مستقیم کشورهای عامی اسرائیل در تجاوز و تعرض به ایران، همزمان مراکز و منافع آنها نیز در سطح منطقه با هجوم مقتدرانه و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا گفت که جمهوری اسلامی مدت‌ها از خاورمیانه را تهدید کرده و افزود هرج و مرج و ویرانی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای مردمی که در لبنان و فراتر از آن زندگی می‌کنند به همراه آورده است و گفته است که شک نکنید که بریتانیا به طور کامل در برابر چنین خشونت می‌ایستد.
معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها تهدید برای اسرائیل است، بلکه تهدید است علیه شهروندان امریکا، منافع ملی ما و همچنان شهروندان بیگناه سراسر خاورمیانه که از سوی نیروهای نیابتی تحت حمایت آنها با رنج و هزینه‌های سنگین مواجه خواهند شد. عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه ایکس خود نوشت که ایران اشتباه بزرگی کرده و تأسیسات هسته‌ای خود را به عنوان هدف مشروع قرار داده است. او به عنوان یکی از نمایندگان میان‌روی دموکرات و همراه اسرائیل شناخته می شود. در این ویدیو دیده می شود در محل اصابت موشک یک گودال به وجود آمده است و ویدیو منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی لحظه برخورد چندین موشک بالتیستیک جمهوری اسلامی را به اسرائیل و انفجارهای پی در پی پس از آن را نشان می‌دهد. ویدیو از تخریب یک مدرسه در شهر گدارا در اسرائیل در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی منتشر شده است. رئیس جمهور ترکیه از مجموعه عمومی سازمان ملل خواست برای توقف اسرائیل از سور استفاده کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که اگر شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد نتواند حملات اسرائیل به لبنان را متوقف کند، مجموعه عمومی سازمان ملل متحد باید بر اساس قطعنامه 1950 از زور برای توقف حملات استفاده کند. ارتش رژیم صهیونیستی با مدد سه‌شنبه یک تهاجم زمینی محدود به مواضع حزب الله در روستای نزدیک که مرز لبنان و اسرائیل را هدف قرار داد. اردوغان پس از جلسه کابینه در انکار در روز دوشنبه تاکید کرد که اگر شورای امنیت ملی نتواند اداره سازمان لازم را از خود نشان دهد، مجمع عمومی سازمان ملل باید فوراً اجازه استفاده را برایش بدهد. همانطور که طبق قطعنامه 19 اتحاد برای صلح انجام شد، قطعنامه 19 پا به مجمع سازمان ملل اجازه میدهد تا در صورت عدم توافق بین 5 عضو دائمی دارای حق و شورای امنیت در حفظ صلح بین المللی دخالت کرده اعضای سازمان ملل متحد بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده هستند. رئیس جمهور اردوغان ابراز ناامیدی کرد که از این کشورهای اسلامی برای توقف حملات اسرائیل موضع فعال اتخاذ نمی‌رد و از این کشورهای خواست تا هر اقدام سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیکی که ممکن است را علیه اسرائیل به کار گیرد تا آن را مجبور به پذیرش آتش بس کند. ترکیه که یکی از اعضای ناتو هست، حمله به اسرائیل، غزه و لبنان را محکوم کرده است. امشب جمهوری اسلامی 100 تا موشک بالیستیک به اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اکثر موشک‌ها رو رهگیری کرد. این حمله بدون جواب نمیمونه. بفرمایید، اینم تل‌آویو که می‌خواستید داغونش کنید. اردن اعلام کرده بود که موشک‌ها رو رهگیری کرده. برخی از کشورهای منطقه مثل اردن اعلام کرده بودند. موشک‌های ما بالای 90% نتونستن رهگیری بکنن و به اهداف خودش اصابت کرده. به هر حال کشورهای دیگری رو ما قبلا هم گفته بودیم، این بار هم اعلام می‌کنیم هر کسی که فضای خودش رو در اختیار دشمنان ما قرار بده به هر حال از نظر ما مسئول شناخته میشه، ولی امیدوار هستیم که چنین اجازه 2 ماه گذشته 2 ماه بسیار سختی برای ملت ایران، برای محور مقاومت بود. از هنگام ترور شهید هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران با درخواست مکرر امریکایی ها، اروپایی ها و دیگران مبنی بر این که شما خویشتن‌داری کنید تا آتش بس رو در غزه برقرار کنیم، دوره سختی در خویشتن‌داری رو پشت سر گذاشتیم. دیگر وضعیت قابل تحمل نبود و به حمدالله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی را ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. خیلی از بیگناهان رو نشون داده. همونطور که من گفتم همواره اطمینان حاصل خواهم کرد که اسرائیل بتونه از خودش دفاع کنه در برابر ایران و نیروهای شبه نظامی تروریست مورد حمایت ایران. تعهد من به امنیت اسرائیل راسخ و تزلزل ناپذیره و توجه کنید که ایران تهدیدی متوجه اسرائیل فقط نیست، بلکه تهدیدی است متوجه شهروندان آمریکا، منافع آمریکا و شهروندان بیگناه سراسر خاورمیانه که به دست نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران، نیروهای تروریستی نیابتی مورد حمایت ایران دچار رنج و هزینه شدند
الله الرحمن الرحیم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی ماشاءالله داره. رفت یکی دیگه رفت. خدا قوت. قربون شما آقای دکتر. به فضل الهی از 200 فروند موشکی که شلیک شد موفق بود الحمدلله. همه این به اصطلاح اینایی که بافته بودن همه به هم ریخت. آره زنده باشه. آره قطعا همینطوره. مراقبیم انشالله. بازم آمادگی داریم پاسخهای محکمتری هم بدیم، ضمن اینکه پدافندمون هم انشالله به اذن الله آمادن. در خدمتیم. خیلی ممنونم. تشکر میکنم. ببخشید شما رو امشب به زحمت انداختیم. قوی دل هستیم انشالله. خداوند به شما عزت بده. سلام. همه برادرها اینجا سلام میرسونن خدمت شما. سلام. آقای دکتر پزشکیان به همه سلام میرسونن. التماس دعا داره. در حال حاضر هیچ تهدید اضافی از حریم هوایی ایران شناسایی نمی‌کنیم. شما می توانید مناطق حفاظت شده را ترک کنید و باید به پیروی از دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی ادامه دهید. از شما می‌خواهم که همچنان مسئولیت پذیری و هوشیاری خود را حفظ کنید. در طول دفاع رهگیری‌های زیادی انجام دادیم. چند ضربه در مرکز و چند منطقه در جنوب کشور وجود داشت. در حال حاضر ما همچنان در حال ارزیابی وضعیت هستیم. ما از تلفات جانی خبری نداریم و این به لطف رفتار مسئولانه شماست. علاوه بر این ما درخواست می‌کنیم که اطلاعاتی به دشمن داده نشود و مکان‌ها و اسناد مناطقی که در آن آسیب پذیری وجود دارد منتقل نشود. ما در دفاع و حمله در آمادگی بالایی هستیم و از شهروندان کشور اسرائیل محافظت خواهیم کرد. این تهاجم عواقبی خواهد داشت. ما برنامه‌هایی داریم و در زمان و مکان مناسبی که تصمیم بگیریم عمل می‌کنیم. من امشب نیز اینجا خواهم بود تا شما را در مورد تحولات جاری بروز کنم. به رفتار مسئولانه خود ادامه دهید. سوالات. آیا امواج بیشتری از موشک پرانی انتظار می رود؟ همانطور که گفتم پس از بررسی وضعیت توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نزد شما می آیم. ما با نیروی هوایی بروز شده ایم، با شرکای خود از ایالات متحده بروز شده ایم و در این مرحله ما هیچ تهدید اضافی را در حریم هوایی تشخیص نمی دهیم. بنابراین دستور خروج از منطقه حفاظت شده را دادیم و همچنان بر این وضعیت نظارت داریم. اگر تغییری در دستورالعمل‌ها ایجاد شود، ما شما را در پلتفرم‌ها بروز می‌کنیم و من اینجا خواهم بود تا شما را بروز کنم. آیا ارتش اسرائیل به زودی پاسخ خواهد داد؟ همانطور که گفتم ما برنامه‌هایی داریم. ما آمادگی بسیار قوی در حمله داریم. ارزیابی موقعیت را انجام خواهیم داد و در زمان و مکانی که تصمیم بگیریم عمل خواهیم کرد. به نظر شما ما با یک جنگ منطقه‌ای روبرو هستیم؟
ما مدت هاست که با یک جنگ چند عرصه‌ای روبرو هستیم. این اولین بار نیست که از داخل خاک ایران شلیک می شود. این تهاجم از نظر موشکی گسترده تر بود و پاسخ دفاعی نیز بر همین اساس اجرا شد و همانطور که می‌بینیم به دلیل رفتارهای مردم و گوش دادن به دستورالعمل‌ها و فعالسازی سامانه‌های پدافندی ما و فعالیت شرکای ما برای محافظت از شهروندان کشور اسرائیل، تعداد کمی اصابت بدون تلفات وارد شد. ما هم در حمله و هم در دفاع به این شیوه رفتار خواهیم کرد. آیا ارتش اسرائیل آماده واکنش فوری در ایران است؟ ما توانمندی داریم و آمادگی داریم. ما در اوج آمادگی هستیم. ما در چند جبهه می جنگیم. این تهاجم یک حمله بسیار جدی است و عواقبی خواهد داشت. ما در زمان و مکانی که تصمیم بگیریم اقدام می کنیم. از شما بسیار متشکرم. من باز خواهم گشت تا شما را در مورد هر تحولی بروز کنم. من واقعا از مردم میخواهم که همچنان مسئولانه عمل کنند. رفتار مثال زدنی در اینجا وجود داشت که jan انسانها را در این حمله جدی نجات dad. به رفتار مسئولانه خود ادامه دهید. ما شما را در جریان هر تحولی قرار خواهیم داد. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin, gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. Bakınız, Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırı karayoluyla 170 kilometredir ve Türkiye Lübnan'a arabayla sadece 2,5 saat uzaklıktadır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. İsrail saldırganlığı her fütursuz açıklamayla görüyoruz ki Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa, bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz. Tekrar ediyorum. Bedeli her ne olursa olsun Türkiye İsrail'in karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edecek. İsrail bölgeyi tehdit etmeyi sürdürdükçe Türkiye'de bölge halklarının özellikle milletimizin güvenliği için öncü olmaya, yapıcı, uzlaştırıcı, birleştirici olmaya ısrarla devam edecektir. İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Lübnan'a kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm devlet ve uluslararası kuruluşlar daha fazla vakit kaybetmeden, daha fazla kadın, çocuk ölmeden İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak, tüm imkanlarımızla kendilerini destekleyeceğiz.